دیشب یه خوابی دیدم واسهتون تعریف بکنم. یه پسر هست تو این اینستاگرام، من دنبالش میکنم. اون اصلا من نمیشناسه، من خیلی پیگیرشم و اینا. آره بعد دیشب با اون بودم، نه با هم بودیم، منظورم چیز نیست، رفته بودیم با هم کافه. آره من و فریده و خواهرم تو خیابون بودیم، بعد یهو این اومد بعد دیگه به من پیشنهاد داد که بریم کافه. فریده هم اومد کافه، پشمام ریخته بود اصلا. فریده هم اومد کافه و تو کافه دست منو گرفت دستمو گرفت و اینا. من گفتم زشت، فریده میبینه دیگه. پیشنهاد داد که منو برسونه خونه، منم قبول کردم. فریده فکر کنم خودش، نمیدونم یه تیکشو یادم نمیاد، فکر کنم فریده خودش رفت، قرار شد که منو برسونه خونه. بعد این بنز داره، خب من نمیدونم چرا پیاده منو برگردون خونه خواهی دوست دارم فکر کنم من بهش گفتم نه نمیخواد بنز تو برداری بیاری، پول بنزینش گرون میشه. خب من این شکلیم، نمیخواد بنز تو برداری بیاری، بیا با پای پیاده بریم. دیگه منو با پای پیاده رسون خونه. خیلی هم راه رفتیم خدایا این چه خوابی بود من دیدم. ولی خیلی خیلی حال داد. اوی سرم، چرا محکم زدم سرمو.